چطورین دوستان من؟ امیدوارم هر جا که هستین حال دلتون خوب باشه. دوباره برگشتیم با یک استرنجر هاب دیگه. امیدوارم بچه حالتون خوب باشه. حال دولا، حال دلا، حالتون خوب باشه. گفتی دول؟ آره دیگه. بچه ها امروز اومدم دولی ترین درست شنیدین، دولی ترین پروژه کارا رو بهتون معرفی کنم، جوری که اصلا تصاویر اینها رو ببینین دل و رودتون به هم بپیچه، مجبور باشین به این دستشویی. پروژه کارای زشت بچه ها. خب بدون هیچ معطلی let's go. متین خیلی قیافه شخمیه داداش. نمیدونم اسب جهنمیه. خود هوری جهنمیه. اگه کار بد بکنین گیر سارا جی میافتین. آقا ایشون 2138 تا ویدیو بازی کرده و واقعا یه لحظه میونه حرفتون، اسپانسرها چجوری جرأت کردن یعنی این همه هزینه کنن؟ 2138 تا ویدیو. قیافش کفاره داره متین. آره ولی شاید بدنش مثلا ثوابه. بعد جالبه مثلا واسه مثلا پروژه ها پولم میگرفته این زیبا رو. آره من جاش بودم پول میدادم. خب بریم سرماق نفر بعدی. متین این به اندازه قشنگ یه آزاد راه داداش پیشونی داره. بابا اصلا جدای از اون پیشونیش تو مادگاسکار یاد اون اسب آبی بود، چی بود یاد اون منم، این گلوریا. خیلی شبیهشه. ولی حالا کاری ندارم چی بدم نیست. اصلا میدونی یا من حشریم داداش یا اصلا چیز کلن. حالا همه این لیست خب تا اینجا واقعا جدا از قیافه خیلی آگلیشون بدنهای خوبی دارن. بسیار عالی. بریم نفر بعدی. بچه‌ها این پیر سگ نینا هارتلی. خب تو محمد بگو شبیه کیه؟ داداش من یاد مربی بهداشت مدرسه هم میافتم راستی. دقیقاً. ببین اصلا یا اون مثلا محمد بیا اینجا بیبی. بریم تو دفتر. یادت میدونی خیلی شبیه مشاورام هست، مشاوره روانشناسی. آره بیشتر از اون که پروژه کار باشی ازم شبیه چیزی. ولی زشت نیسته اصلا میدونی. آره خیلی. بعد میدونی شبیه این مشاوره قلمچیه میدونی. بریم نفر بعد بچه ها. دهنت سرس قلمچی. نفر بعدی لیست ما رایان کانر. این بانوی بسیار زشت، شاید از نظر شما زشت نباشه ولی از نظر سایت IMDb زشته. این بانو از نظر من زشت نیست ولی از نظر IMDb زشته، ولی از نظر شما زشت نیست. بچه PAWG بازا میدونن که این خیلی کارش درسته. به به. خب بریم سرماق نفر بعدی. بچه ها نفر بعدی نادیا نایس. وسط دندوناشو ببینید 4 تا دکو وسط جا داره. اصلا خندش یه چیز دیگه است. یعنی اون خنده حشرانه‌ای که داره میزنه منتظر از این خنده. آره از حتی میدونی از این خنده تمسخر هم میشه نگاش کرد. یعنی مثلا داره به پارتنرش به دولش میخنده هرچی کوچولوه. خب بریم سرماق آگلی بعدی. نفر بعدی لیست ما آدری هالندره. خود اسلیم شیدیه. قبول داری داداش؟ اسلیم شیدی که پرنستار شده. دقیقاً چیزی که سفارش میدی امنه، چیزی که دریافت میکنی آدری هالندر. اینم جزئی از آگلیای دنیای پروژه کاریه بچه‌ها. امیدوارم که بچه‌ها زمانی که ویدیو اینشونو سرچ میکنین حالتون به هم نخوره. سعی کنین ناشتا نرین، این 1-2 معده پر برین بعد قبل WC برین. نفر بعدی لیست ما بلادونا. بچه اینجا تحت تعقیب بوده. احساس میکنید واقعا دستگیرش کردن. بچه ها فقط عکس بعدی رو داشته باشین. اینم بلادوناه. این بعد از پروژه کاریه بچه ها. قشنگ شبیه فیل شده. محمد فیلی. واقعا بعضی اگه فیتیش اینا رو داشته باشن خدا. متی ناموسن یزید تو این چیه دنس؟ بچه ها اصلا سرچ نکنین اینو، من واقعا پیشنهاد نمی کنم. سرچ کردین دیگه مرگتون زندگیتون پای خودتون. ناموسن دیدی چه جوری شدم؟ آره اصلا محمد که اوور زدید سنه گفت اگه میشه. بچه ها دور بازوش، خب دور بازوش از قطر کمر من بزرگتره.
اینقدر این بیگه. بعد جدا از همه اینا قیافش رو دیدی نگاه شبه عمه ناتنیای وحشیه. ببین داداش میگم اصلا شبیه نامادریای مثلا 200 سال پیشه. آره که مخالف مهاجرت آفریقایی‌ها به امریکا بودن. خب عشقای دل، ممنونم که تا انتها با ما همراه بودین. امیدوارم که لذت برده باشین و دل رودتون تمیز شده باشه با این ویدیو. دقیقاً تو ویدیو قبلی هر چقدر اینها رو شرح کردیم دقیقاً این ویدیو خوابید کلا. باید تایتل بذاریم سعی کن نرینی واقعا با اینا. بچه‌ها دمتون گرم، همیشه همراه ما بودین. کانال رو سابسکرایب کنین، واسه رفیقاتون بفرستین. توی دیسکریپشن لینک دیسکورد و اینستاگراممون هست، حتما جوین بدین، ممنون میشم. حرف آخر محمد، خیلی دوستتون دارم، همیشه خدا بالا مالاها ببینمتون. مرسی از ما حمایت میکنین و تا اینجای کار با ما همراه بودین. دوستتون دارم.